هیئت حقیقتیابی که به خاطر بررسی حمله بالای شفاخانه سردار محمد داود خان گماشته شده بود، امروز نتایج یافته‌هایش را با رسانه‌ها شریک کرد. جنرال هلال الدین هلال رئیس این هیئت امروز در یک نشست خبری گفت که اسنادی را به دست نیاورده‌اند که ثابت کند با مهاجمان از داخل شفاخانه همکاری صورت گرفته است. وی گفت که در پیوند به این حمله 24 تن را بازداشت کرده و تحقیقات از ایشان جریان دارد. تا امروز ما هیچ نقطه‌ای را پیدا نکردیم که در اینجا از قبل کدام کار صورت گرفته باشد. متاسفانه در امروز صورت گرفته 5 نفر تروریست توسط یک موتر به اوجه داخل شده و اینا عمل تروریستی را انجام داده که یکی از این خود انفجار دادن دروازه و 4 دیگه از این در داخل شفاخانه شدند. با گفته وی یافته‌هایشان نشان می‌دهد که مسئولین امنیتی این شفاخانه غفلت وظیفوی کردند و با موتری که اسناد و پلیت جعلی داشته اجازه داخل شدن به شفاخانه را دادند. وی همچنان گفت که پس از بررسی‌ها روشن خواهد شد که این حمله چگونه اتفاق افتاده است. با گفته وی در این حمله 50 تن کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند.